شاید تا الان دقت کرده باشین یه سری کلماتی هستن که اشاره دارن مثلا به امور جنسی، به اندام‌های جنسی ما، به یه سری از کارکردهای بدنی که مخصوصا مربوطن به کارکردهای دفعی. برای اینا کلمات مختلفی وجود داره. ما معمولا وقتی که میخوایم صحبت بکنیم از به اصطلاح کلمات علمی استفاده میکنیم براشون یا کلمات مؤدبانه. و در واقع اینا یه سری کلمات عامیانه یا به اصطلاح رکیک هم براشون وجود داره. و احتمالا متوجه شدین که استفاده از اون کلمات علمی یا حتی اگر بخوایم از کلمه رکیکش استفاده کنیم از معادل مثلا انگلیسیش، حالا معادلی به زبانهایی که بر هر زبانی که برای ما زبان دوم سوم اینا به حساب میاد خیلی راحت تره. موقعی که از خود اون اصل کلمه به اصطلاح رکیک استفاده میکنیم در ما خیلی احساس شدیدتری ایجاد میکنه، احساس شرم بیشتری ایجاد میکنه، معذب‌تر میشیم، ممکن احساس چندش بیشتری ایجاد بکنه، خلاصه هیجان بیشتری رو بالا میاره. یه روانکاوی ما داریم به اسم شاندور فرنزی که خب هم عصر فروید هم بوده و فرنزی در سال 1911 یه مقاله خیلی جالبی نوشته که اصلا عنوان مقاله هم همینه، در باب الفاظ رکیک، و اونجا به این مسئله اشاره میکنه. یعنی وقتی که متوجه میشه که بعضی از بیمارانش وقتی که میرسن به کلماتی که حالا وقتی میخوان راجع به یه مسئله امور جنسی صحبت کنن یا راجع به سری کارکردهای بدنی حرف بزنن که مربوط به اعمال دفعه، حالا چه دفع ادرار و مدفوع یا دفع گاز، از مثلا از کلمه علمیش یا از کلمه حتی به زبان دیگه استفاده میکنن و این خیلی براش جالب میشه و کنجکاوی برانگیز میشه که چرا. و خب یه نظریه‌ای داره و اونم اینه که اصولا ما موقعی که داریم زبان یاد میگیریم و حالا کلمات مربوط به این مسائل رو یاد میگیریم، این کلمات خیلی توی اون اول میچسبن از لحاظ احساسی به اون عضو بدن، بار احساسشون خیلی چیزه. به مرور که حالا ما حرف میزنیم اصولا زبان برامون فرم انتزاعی تری پیدا میکنه، ولی این کلمات برای اینکه با یک بار شرمی همراهن، با معمولا اگر استفاده بشن با سرزنش و تنبیه والدین و جامعه همراه هستن، معمولا سرکوب میشن، اونقدر در استفاده روزمره باقی نمیمونن که اون حال انتزاعی رو پیدا کنن. و بعد حالا اگر که مثلا فرد زبان دوم سوم بلد باشه یا مثلا الفاظ علمیش رو یا پزشکیش رو یاد میگیره، اون کلمه و اون عضو بدن یا اون احساس بدنی معمولا یه فاصله با هم دیگه ایجاد میکنن که این فاصله توی الفاظ رکیک در زبان مادرمون وجود نداره، بلا فاصله میچسبه به احساس بدنی ما، به اون احساس خیلی کودکانه که در اون لحظه داشتیم. خب بچه‌ها میدونیم که بسیار زیاد کنجکاوی جنسی دارن. به خاطر همینه که در زبانهای بعدی در کلمات علمی این فاصله اونقدر زیاد میشه که این بار احساسی کلمه خیلی کم میشه، بار احساسی که توی الفاظ رکیک به زبان مادری ما همچنان خیلی خیلی قوی و قدرتمند باقی میمونه. واسه همینه که اصولا مثلا برای یه سری از آدم‌ها اینکه بخوان به اصطلاح درتی تاک بکنن توی زبان مادریشون خیلی خیلی سخته، براشون شرم زیادی داره یا حتی احساس چندش زیادی داره و براشون راحت‌تره که این کار مثلا به زبان انگلیسی انجام بدن. همچنان ممکن ازش لذت ببرن ولی اون بار احساسی خیلی شدید براشون وجود نداشته باشه.